هر کی منو میبینه الهی همیشه سلامت شاد و خندون. علیمون شما کجا؟ اینجا کجا؟ خیلی خوش اومدید، منور کردی اینجا رو. آجا اینقدر ناراحتی؟ باشه دست رو دلم نذار که به دور حاجت‌ها رها، امیدها برقرار، که به یمن مبارک علی ابن ابی طالب، به یمن مبارک نام حیدر کرار ابو تراب ابو حسن، به نام امیرالمؤمنین و به نام ناب رمضان که نظر کرده اراس میگیرم من عشقم را. انا میخوای من دست بزنم آینده این دختران از روز روشن‌تر باشه، آینده این دختران از شیرینی شیرین‌تر باشه انشاءالله. یعنی بکنه ماشاءالله همون سمت دونه دیگه شما صداش من در بکنید صدا آها میتونی نستش همه هستن؟ بیا یه جور ماشاءالله. بیا بابا برم بخورم. نمک به بار دخترم، نمک به بار، دست باید دست کنه. اما فتحی انگار جعبه شیرینی رو باز کرد. شیرینی در شیرینی کنار من ایستادن گل دخترای عزیزم. بازم به فرهنگ ما شیرازی‌ها بگید ماشاءالله به جونت، ماشاءالله به جونت. آره کجایی؟ بذار جامعه معلوم بشه میرم کجا؟ از فسای عزیز. اونایی که نمیدونید از جای دیگه ایران اومدید به شما بگم فسا از شهرهای قدیمی و بزرگ استان فارسه. 10 سال این شهر عزیز ایران دانشگاه علوم پزشکی داره و یکی از شهرهایی است که در کشاورزی و باغداری و چهره‌های نامدار فرهنگ و ادبیات و طبابت بسیار سرآمدند. دختر گلم میخوای غزل بخونی؟ بسم الله. مسعود پیانو. گل بی رخ یار خوش نباشد، بی باد بهار خوش نباشد، طرف چمن و تقوا و بستان، بی لب گلندان با بی باد بهار خوش نباشد، هر نقش که دست عقل بندد جز نقش نگار خوش نباشد، جان نقد مقر از حافظ از بحر نثار خوش نباشد. مرسی گلدو. نمیخواد همجا من نیست. های عزیز، دیرکی های عزیز، مازنی های عزیز، خیلی خوش آمدید به شیراز که شیرازه فرهنگ و تاریخ ایران زمین.
من رفتم بلیط بگیرم. خاله آقا مرسی. ولی خود آب ساعتون همین اولش هست. اولش چیه؟ چون که اینجوری پوچیده دیگه نمیتونه. آره در دیوار بشه خوش به حال زنمون نگاه کاکا اینجا مستقیم برو. خب از کی میخواد شروع بکنه؟ چی شده؟ مرشد بگو چی نشده مرشد پیش خودم و این مردم شرمنده شدم. ببین رنگ هوا رو، ببین آب و غذا رو مرشد قرار بود خان هفتمو بگذرونم دیو رو بکشم اما دیوی وجود نداره مرشد. طبیعتم با ما لج کرده. چند وقتیه که آب و غذا مثل همیشه نیست. از کسی هم کاری بر نمیاد. هیچ کاری نمیشه کرد بابا جان. مرشد پهلوونی که نتونه کاری کنه پهلوون نیست که مرشد درگ چغندره.
مرشد میگم باید یه کاریش بکنم، باید یه راهی. اصلا تو بگو کار چیه تا کارو بارشو که ساد کنم. تو بگو کدوم تلسمه کدوم دیمه تا شیشه آبشو بشونم. به چند وقتی که چراغ مرادی هیچ کس نمیشن ما از کسی هم کاری بر نمیاد. همیشه دعا کرد رحمت الهی روی شهرم بباره دیگه. مرشد دعا که میکنی ولی خب یه کاری باید بکنی، با نشستن که کاری نمیشه. مرشد میگم خودم درستش میکنم. راستی میگم این دودی که حواس نمیذار دیدی بعدمون حواس درام نمون. خب چی میگفتم؟ بسیار دوباره برگشتی بعد یه سال برگشتی اومدیم آقا بخیر. مرشد حالم خوبی مرشد. تو دیگه چرا حالت خوبی؟ مرشد چی بگه حالم خوبی؟ خب چی شده؟ بگو چی نشده مرشد. همه چی شده مرشد. این شده اون شد همه چی با هم شد مرشد. این شده میگم مرشد اینو دو کردی یه سالی بعد یه سال برگشتی اینجا حواس برای آدم نمیذاری.